امروز میخوام این نکته خدماتی در مورد لاستیک‌درا بهتون بگم. زمانی که شیر پدالا نشتی داره مثل الان، اولین کاری که شما میکنین باید بیاین ببینیم از این خروجی ما نشتی داریم یا از این خروجی پشت. چیکار میکنین؟ از هر کدوم از خروجی اگه نشتی داشتین شیلنگ کناریش رو در میاریم به این صورت. اگه باد از این شیلنگه اومد خرابی از سیلندرتونه. اگه باد از این قسمت شیر پدال اومد شیر پدالتون باید سرویس شه. در مورد جک‌های سینی هم به همین صورته. شما شیلنگ کناری رو در میاری، حالا یا این خروجی یا این خروجی. اگه باد از تو شیلنگ میاد جک‌ها خرابه. اگه باد از شیر پدال میزنه بیرون شیر پدالا خرابه. الان توی این دستگاه این شیر پدالا خرابه. ما اومدیم دو تا شیر پدال نو آوردیم که تعویضش کنیم.